دوست گلم سلام، رضا هستم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. خب بچه امروز میخوام یه ویدیو کاملا متفاوت واسهتون اجرا بکنم. این ویدیو همونطور که حتما نمونهشو زیاد توی اینترنت دیدید، یه تصویر پلی داده میشه، نمایش داده میشه و من باید تشخیص بدم که اون دوتا وسیله‌ای که توی این ویدیو هست واقعی یا کیکی. یکی از دوستام این ویدیو واسه من فرستاده و من گفتم که امروز از اون حال هوای گیم بیایم بیرون و یه ویدیو متفاوت درست کنیم. با من همراه باشید، ولی قبلش مثل همیشه حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. لیتس گو. خب بچه من این ویدیو رو ندیدم، واسه همین بریم ببینیم که چی واسه ما فرستادن. خب تصویر شماره 1. امیدوارم که بچه بتونم همه رو حدسم درست باشه، اشتباه نگم و اگر استقبالتون خوب باشه یه همچین ویدیوهایی میتونیم بیشتر درست بکنیم. خب ویدیو اول باید تشخیص بدیم که این دوتا چیزی که هستن یکیش کیک یکیش واقعی. من باید تشخیص بدم که کدوم واقعی کدوم کیکه. خب اینه یا اینه؟ وایسا ببینم. ببین سمت چپی که نمیتونه باشه، اون 100% کیکه، چون وقتی که با دست گرفت کیک باشه چیز میشه دیگه، اون کیکه. سمت چپی کیکه. اینی که الان چاقو روشه نمیدونم، خیلی طبیعی درست کرده، سخت شد. 10 امتیاز به خودم میدم اگه درست بگم. سمت چپی کیکه، اینی که چاقو روشه واقعیه. بریم ببینیم. اصلا باور نمیشه. واو چقدر طبیعی بود، پشمام. خب ویدیو بعدی دوتا هدفونه یا هدسته، سمت چپی و سمت راستی. اینی که تو ظرف قرمز است به نظر من واقعیه بچه‌ها. حالا پلی بدیم، خدا درست بگم آبرون نره اولین ویدیو وای کیک بود، پشما. آقا من ریدم دیگه، ببخشید اولین تجربه است. هی میگم اولی، چرا میگه اولی؟ بس دیگه بچه دیگه شرمنده اینم نشد. بریم واسه ویدیو بعدی. از یه دقیقه بیام عقب، یه دقیقه گفتیم برگردیم عقب ببینیم چجوریه. به نظرتون این واقعیه یا کیک؟ این کیکه، این کیکه 100%. کیکه. نه این واقعیه. او پشمام چقدر طبیعی درست کردن اینو. اصلا خدا پشمام ریخته خودش. من نمیدونم اصلا، حالا خدا رو قسم نخورد. یه ویدیو دیگه خودت چست کن. خب بریم ویدیو بعدی. سمت چپی یا راستی کدوم واقعیه کدوم کیکه؟ امیدوارم که این سری درست تشخیص بدم. بچه‌ها تو کامنت ها واسم بنویسید. من میگم سمت اینوری میشه دیگه، دوربین برعکس میشه. اینی که الان چاقو روشه کیکه. کیک. واو اینم واقعی بود. یعنی من اینقدر خنگم نمیفهمم اینو. بذار ببینم. این عروسک اسمش هم یادم رفت، این شخصیته. خب سمت چپی و سمت راستی. بچه یعنی چپی یا راستی. اینی که چاقو روشه فکر کنم واقعیه. سمت راستی کیکه 100%. بریم ببینیم. پهلوانان ملوانان. به یه تشخیص درست بچه‌ها بالاخره بعد از 3-4 تا غلط گفتن. خب ویدیو بعدی دوتا CDه بچه، باید تشخیص بدیم که این واقعیه یا کیکه. به نظرتون این واقعی یا کیکه؟ اینی که سبزه به نظرم کیکه، چون یه مقدار این بالاش معلوم، فکر کنم کیک باشه. سمت چپی که زیرش از این بشقاب سفیده به نظرم واقعیه. ویدیو آخر امیدوارم درست حد زده باشم و اگه این ویدیو رو درست حد بزنم شما برنده یک دستگاه. برو بریم. 1 2 کیک. پشما آقا خیلی سخت، یعنی واقعا چالش خفنیه. از این دست چالش اگه دوست دارید حتما واسه من بفرستید، روشون ریاکت میرم ببینیم چی جوریه. خیلی باحال بود، خودم خوشم اومد، خیلی هم تشخیصش سخت بود.
خب بچه‌ها مرسی که ویدیو تا اینجا تماشا کردید. یه ویدیو فان و خیلی کوتاهی بود. گفته از اون حال و هوای گیم یه مقدار بریم بیرون، ولی واکتور هاگوارد لگسی ها حتما ادامه میدیم طبق معمولش. این ویدیو فقط جنبه فان داشت بچه‌ها، می‌خواستیم یه مقدار بگیم و بخندیم و حال بکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگه همچین ویدیوهای دوست دارید واسه من تو کامنت ها بنویسید، واسهتون درست میکنم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. مواظب خودتون باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.